اعوذ بالله منم شیطان رجیم. سلاح کار کجا و منی خراب کجا؟ ببین تفاوت کار از کجاست تا به کجا. این سخنان عبدالستار بود که در همون یکی از نوار اولینش گفته بود که چیکار کنم من، با کدام کار دست زنم و چگونه زندگی خود را پیش برم. اما ما چی؟ برای ما این سخنهای جانکاه او مثل یک بازی بود، مثل یک شوخی بود، برای که ما که دوست و دشمن را فرق نمی کنیم، ما که حلال را از حرام فرق کرده نمی تونیم، ما که یک مثل حیوان شدیم. برای ما فقط شو باشد، بزم باشد، سلسله فیلم ها باشد، تیک تاک باشد، اینستاگرام باشد و نتفلیکس باشد و کیف کرده پاپ کورن خورده تماشا کرده شنیم خرسک زده به این بسپراویل باشد. او مثل یک چاروا هستیم، تو من، ما چاروا. ما فقط میخواهیم که مثل یک گوسفند کلمون در آخر باشد و آخر پر باشد، تمام، دیگر غمی دیگر چیز نداریم. برای همین از آن روزی که عبدالستار نیست است، به کجا رفت وی را داشتن، بازپرسی دارن یا زندان کردن، هنوز هم دقیق معلوم نیست. اما صد هزاران بز یک دهان گشوده نمیتوانند. برای چی؟ برای آن که تو، من، ما فقط از پی کیف و صفا هستیم در این دنیا. ما میخواهیم این دنیا که نسل اجداد سکنیم، پوشاک نو، خوراک نو، خانه و لباسی نو، زنی نو، دختری نو، کیف کرده گری. تو حالی میترسی که از این چیزها محروم شوی. برای همین دومی تو قطع کردگی مثل بوز جیم میشینی تو تکتا گرفته، یا اینکه در کرمشکی آدمای لازمی کار میکنی، مثل یک کاسلیس، مثل یک خایمال، مثل یک پابوس خدمت میکنی، برای که در تقاری تو 4 تا نان یا قهر و پرت و اشکمی تو سیر باشد. تو برای این به تمام کار تیار هستی، آماده هستی. تو وجدان خودت رو زدگی هستی، یعنی تو چاروا هستی آخی. برای همین من آدم نگو، خور و خواب و خشم و شهوت ژغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. وقتی که عبدالستار میگفت که چیکار کنم دلم میسوزد، ما گفتیم تو خائن هستی، تو دروغگو هستی، تو بازی دو طرفه داری. چون که ما خود خر لنگیم امان از من و تو، بنده نشعه و بنگیم امان از من و تو.
ما که از پی ناس هستیم، از پی سیگریت هستیم، از پی کیف و صفا و عرق و پیوه و نشعه هستیم، ما حتی نجات دهنده خود را تحقیر میکنیم. ما حلال را از حرام فرق کرده نمیتوانیم. برای همین حق ما همین است که غلام شویم. تو را یک کس نجات دهد، تو را تأخیر میکنی. تو را یک کس پس زندم تأخیر میکنی، یعنی که تو یک چاروا هستی. آخه هیچ را فرق کرده نمیتونی. برای عبدالستار دلم سوخت، حتی برای اون که مرد بود، مردی دلیر بود، شجاع بود، سخنش را گفته رفت. از بحر زندگی، از بحر شیرینی های حیات، از بحر آزادی تن را وی از بحرش برآمد. وی آزادی روح را انتخاب کرد، یعنی که رجوع به سوی خدا کرد، نه به سوی حیوانی خود. که اگر مثل یک گنگ جیم می ایستاد، وی را هیچ که کاردارم نبود. مثل چاروا زندگی میکرد، میخورد، می آشامید، میخرامید و غیل میزد، میگشت کیف و صفا کرده. لیکن در این صورت جان وی میمرد. چه خیلی که یکی از بزرگان ما گفته بودند: گویم ار سوزد زبانم، ورنه سوزد استخوانم. در کمین این و آنم، راه آبادی کجایی؟ یعنی لایق شیرالی: اگر گویم سوزد زبانم، میدونم که حیات من آسایشته نمی شود. ورنه سوزد استخوانم، یعنی که اگر نگویم وجدانم می سوزد. یعنی که من دیگر باره آن آدمی پیشینه نمی شوم. برای همین باید لایق هم بود که باید انتخاب کرد، که گفت که باید من بگویم. برای همین عمرش دراز نشد، برای که از زندگی سیر بود. عبدالستار احسن بنامد. خدا نگهدارت باد برادری عزیز. خدا نگهدار. لیکن در یک نواری که تو با دلیر امام علی داشتی، در قسم دومش، در دقیقه 9 باشد یا 10، در آنجا گفتی ما را بازپرسی کردند و چون که دلیر می گفت، بارها از تو پرسید که چی گفتن. تو که مرد راست قول هستی، دروغگو نیستی، نتوانستی که دروغ گویی یا اینکه خاموشی را انتخاب کنی. تو گفتی آینده ما را پیش بینی کردم. من در این نوار رئیس شهر وحدت اگر میبیند، من برایشان سلام میرسانم. خیلی تنقیدشون کردم، باعث ناراحتیشون شده است. به واسطه یک پیغام در ناخونه که خودم میداند و خودش میداند و همان آدمی گفتگی پیغام روان کردن. قبول است. ما چی بود پیغام؟ پیغام چی بود؟ سه کس میداند. پیغام چی بود؟ سه کس میداند و گفتم که من هر چی گفتم به خاطر اصلاح کمبودی بود. دشنام بود؟ نه دشنام نه. چی پیغام بود پس؟ آینده بینی کردن حیاتی ما رو. گفتن که محبس میریم. همیشه.
این را نباید گفت، برای آنکه این چیزها را روی راست گفتن شرط نیست. خدا نگهبانت باشد. خدا حافظ.